سلام رفقا، حالتون چطوره؟ توی این ویدیو میخوام از 0 تا 100 کار رو، حالا 0 تا 100 هم که نگم حداقل 90% کار رو بهت یاد بدم که چیکار کنیم دامنه‌ای که داخل کلودفلر ثبت میکنیم فیلتر نشه. اول خب میایم پوشش میدیم که چطور دامنه‌ای که داریم رو ثبتش کنیم. اول میریم یک خریدی از سایت‌های خارجی یا سایت‌های داخلی انجام میدیم و حالتهای مختلف ثبتش رو هم بررسی میکنیم. چه حالتهایی ممکنه دامنه ما زیر سیستم فیلترینگ قرار بگیره و فیلتر بشه و کجاها احتمال فیلتر شدنش خیلی خیلی کمه. هیچ حالتی نیست که بگیم صفره، ولی میتونیم شدتش رو کمتر کنیم دیگه. اوکی، حالا من همینجور دارم بین این تب‌ها جابجا میشم، حواسم هم نیست. بریم با هم ببینیم چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم. در مرحله اول ما نیاز داریم که یک دامنه تهیه کنیم. سایت های خارجی خب میتونه قیمتش پایین‌تر باشه نسبت به سایت های داخلی. هر سایتی که شما باز میکنید، هر سایتی اصلا مهم نیست. نه پسوند دامنه مهمه، نه اینکه شما از چه سایتی تهیه میکنید. البته دامنه های .ir بهتره که تهیه نکنید، چون احراز هویت خیلی سنگینی میخوان و میتونه واسه بحث‌های راه اندازی VPN میتونه واسهتون مشکل ساز بشه. البته به شخصه ویدیوهایی که ضبط میکنم هدفم راه اندازی یک سرویس شخصی هست. اصلا هدفم توی این ویدیوهایی نیست که بیایم سیستم فروش راه اندازی کنیم. اوکی، حالا بریم سراغ اصل کار. سایت یوتا SRC یکی از سایت‌هایی که میتونید ازش دامنه تهیه کنید. آدرسشون هم توی توضیحات قرار دادم. اگر توی توضیحات نبود توی کانال تلگرامی هست. البته سایت‌های دیگه هم هستن که در کنارشون قرار میدم. میایم سراغ بخش دامینز. ریجستر دامین رو میزنیم. هر سایتی که شما واردش میشید، البته بهتره که من VPN رو بزنم، با IP ایرانم وارد نشید. هر IP که باهاش ثبت نام کردید بهتر از همون IP هم استفاده کنید موقعی که میخواید خریدتون رو انجام بدید. مثلا با IP فرانسه میری، با IP آمریکا تهیه میکنی یا برعکس. این میتونه واسهتون مشکل ساز بشه. همینطور اگر از شما شماره خواست، اگر با شماره آمریکا ثبت نام کردید، نیایید با IP آلمان وارد بشید. شاید خرید اولتون مشکلی پیش نیاد، ولی قول میدم بهتون یه جای بالاخره اون مچتون رو میگیره. حواستون باشه. میام سراغ لاگین. اگر از این سایت میخواید خرید کنید که خب نیاز به ثبت نام داره، یک ایمیلی میدید بهش، ثبت نامتون رو تکمیل میکنید، از بخش دامنه ها وارد این صفحه میشید، میاد یه لاگین مجدد اینجا انجام میدید. روی لاگین من اینجا سمت چپ این نوار کناری سمت چپ روش کلیک میکنم. خب الان اکانتم خودش ثبت نامش اوکی شد. میاد توی همین صفحه اسکرول میکنید پایین یا میاد سراغ دامین ها، میاد سراغ ریجستر نیو دامین. میخوایم یک دامنه جدید ثبت کنیم. روی همین کلیک میکنم. از بخش دامین کانفیگوریشن میایید اسم دامنه‌تون رو وارد میکنید. مثلا دامنه پنتست UI UX. اوکی، نام دامنه رو وارد میکنید. میایید از بخش پسوندها پسوندتون رو وارد میکنید. از بخش پسوند دامنه ها، حالا چون ما هدفمون راه اندازی این سرویس VPN هست، میتونیم از دامنه های ارزونتر استفاده کنیم. حتما نیازی .com بگیرید خب که هزینه خودتون رو بالاتر ببرید. البته که این دامنه ها 1 ساله، 2 ساله، 5 ساله و نیازی نیست که ماهانه هزینه کنید، ولی ما میخوایم با کمترین هزینه این کار انجام بدیم. مثلا من میام اینجا سراغ XYZش فکر کنم کمترین هزینه رو داره. سرچ رو میزنم، بله خودش پیدا شد. اینجا یه سرچی انجام میده که قبلا کسی این دامنه رو خرید نکرده باشه با این پسوند. ممکنه .comش باشه اما XYZش نباشه. پس شما میتونید اینو تهیه کنید. بله الان شما میتونید همین پسوند و این دامنه با این پسوند رو تهیه کنید. همینطور دامنه ها با پسوندهای دیگه هم بهتون پیشنهاد داده، ولی کمترینش اینه. ولی زمانی که شما میخواهید خریدتون رو انجام بدید، هر موقعی که خواستید انجام بدید مجدد چک کنید. ممکنه که این قیمت ها تغییر کرده باشه. از بخش اد تو کارت میام اینو به سبد خرید اضافه میکنم. روی چک اوت میزنم، قیمتش هم اینجا بهتون نشون میده. خب منتظر میمونیم صفحه خریدمون، مراحل خرید واسمون باز بشه. خب روی این دکمه میام کلیک میکنم. توی صفحه جدید از بخش کارنسی سلکت کارنسی رو میزنیم و میایم ارزی که میخوایم باش خریدمون رو انجام بدیم و انتخاب میکنیم. توی این ارزها حالا بهترینش یا حالا بهترین که نگم، راحت ترینش همین ترون هست یا TRX. میتونید مثلا همین رو انتخاب کنید و حالا بیایید یک حساب توی یکی از صرافی ها مثل نوبیتکس، سایت های دیگه هم هستن، میتونید از اونها هم استفاده کنید. ولی بعد از اینکه این ارزتون رو مشخص کردید، کیف پولتون رو شارژ میکنید. حالا چیکار میکنید؟ میایید با استفاده از همون صرافی که دارید، آوانتتر یا حالا نوبیتکس، میایید حسابتون رو شارژ میکنید
و اینم که خودش مشخص هست، کاری دیگه با بخش نتورکش نداریم. نحوه خرید با تمام این ارزها هم توی گوگل هست. توی گوگل هم سرچ کنید نحوه برداشت با نوبیتکس یا حالا هر صرافی دیگه. برداشت چی؟ یعنی حسابتون بردارید واریز کنید به حساب دیگه. آدرس این کیف پولا میزنید، حتما حواستون باشه میتونید اسکنش کنید یا کپی کنید، دستی به هیچ عنوان وارد نکنید چون ممکنه اشتباهی رخ بده. بعد از اون باید این مبلغ رو بزنید. رفقا یک عددم مثلا این 2 اگه یکم بشه قبول نمیکنه سیستم. حتما توجه کنید به این موضوع. چرا؟ چون یه کارمزدی کم میکنه. میتونید مثلا مقدار کارمزد رو بدید به چت جی پی تی، یه اسکرین شات از همین صفحه هم بگیرید، بگو که مبلغ نهایی بهم بده واسه واریز به این کیف پول. میاد اون مبلغ نهایی بهتون میده، میایید وارد میکنید به این آدرس کیف پول و تمام. بعد از اینکه خریدتون انجام شد دیگه نیازی به اقدام از سمت شما نیست، مستقیم وارد صفحه جدید میشید، دامنه به حسابتون اضافه میشه. اینم از نحوه خرید از سایت‌های خارجی. پس من اینو فعلا میبندمش، دیگه باهاش کاری ندارم. سایت‌های داخلی هم که خیلی ساده است دیگه. میتونید بیاید از بخش دامنه ها، بذار ببینم دامنه ها کجا میشه، از اینجا میتونید ثبت دامنه به علاوه پیشنهاد نامو بزنید، نام دامنه‌تون رو وارد کنید و دیگه خریدتون رو انجام بدید. خیلی هم راحته. بعد از اون که خریدتون رو انجام دادید، چه از سایت‌های داخلی و چه از سایت‌های خارجی، میایید از بخش داشبوردتون، از بخش پروفایلتون، میایید از بخش دامنه‌های فعال مشاهده همه رو میزنیم. سایت خارجی هم به همین صورت، از بخش دامنه‌ها مای دامین رو میزنید و میایید سراغ بخش دامنه‌های خریداری شده. البته من اینجا اینترنتم مشکل داره دیگه، من وی پی ان رو فعلا خاموش میکنم، مجدد رفرش میکنم که صفحه کامل لود بشه. بله، از بخش دامنه‌های فعال ما میایم اینجا از بخش مدیریت دامنه، میخوایم دامنه رو مدیریت کنیم که چی بشه حالا در ادامه بهتون میگم. از بخش مدیریت دامنه میایم سراغ نیم سرورها یا همون DNS ها. شما اینو باید بالاخره پیداش کنید. اوکی، از این بخش میایید این صفحه رو باز میکنید. این صفحه رو فعلا نگه دارید تا بریم سراغ مرحله بعدی. حالا که دامنه‌ای که خواستیم رو تهیه کردیم، چطور اونو ثبتش کنیم، چطور اونو توی اینترنت ثبتش کنیم و از اون حالا واسه پنل های وی پی ان یا از اون طرف واسه سایتمون میتونیم از اون استفاده کنیم. میایم با استفاده از سایت کلودفلر این عملیات رو انجام میدیم. لینکش رو توی توضیحاتم واسهتون قرار دادم. من فرض رو بر این میذارم که شما صفر یعنی هیچ چیزی نمیدونید. خب به خاطر همین من ثبت نام تا ثبتش رو بهتون یاد میدم. زمانی که وارد کلودفلر شدید نیاز به یک اکانت دارید. من روی لاگین کلیک میکنم. به هیچ عنوان واسه اکانت هایی که واسهتون مهمه، خب دامنه میخواید روی اونها بالا بیارید، نیایید از سایت های یک بار مصرف استفاده کنید، از ایمیل های یک بار مصرف. بیاید روی اکانت های اصلی خودتون این کارو انجام بدید. خب یا حالا اکانت اصلی خودتون هم که نباشه، یه اکانت بسازید با اطلاعات خودتون، دامنه‌تون رو بیارید روی اون و حالا دیگه از اونجا مدیریتش کنید. در مرحله اول نیاز به ثبت نام داریم. روی ساین اپ کلیک میکنیم یا میتونیم با استفاده از یکی از اکانت هامون بیایم این ثبت نام رو تکمیل کنیم. روی ساین اپ که کلیک کنید چه اتفاقی میفته؟ نیاز به وارد کردن نام کاربری، حالا از اون طرف یک ایمیل باید وارد کنید و یک پسورد و دیگه مرحله ثبت نام انجام میشه. بعد از اینکه ایمیلتون رو وارد کردید، یک کد جهت وریفای کردن به همون ایمیلی که وارد میکنید ارسال میشه. اون کد از اون ایمیل برمی‌دارید، میایید وارد میکنید و تمام. من میام این کارو خیلی ساده تر با استفاده از یکی از اکانت های گوگل هم انجام میدم. خب رفقا، قبل از اینکه بریم سراغ ادامه کار، لطفاً اگر از این سبک محتوای خوشتون میاد لطفاً کانال رو ساب کنید. من به صورت روزانه و هفتگی ویدیوهای با موضوع شبکه و فیلترینگ داخل این کانال منتشر میکنم. میتونید با عضویت داخل کانال از این محتوا و از این ویدیوهایی که منتشر میکنم هم استفاده کنید. حمایت شما باعث بودن ما در این مسیر میشه. پس حمایت فراموش نشه و حالا بریم سراغ ادامه کار. حالا که ثبت ناممون و ورودمون تکمیل شد، حتما فراموش نکنید زمانی که با ایمیلتون وارد میشید یک کدی ارسال میشه روی ایمیلتون. اون کد رو بیاید بردارید، بیاید همینجا وارد کنید. زمانی که واسه اولین بار میخواید ثبت نام کنید و ثبت نام شما تکمیل میشه، دیگه نیاز به هیچ تنظیمات یا کار خاصی نداره. واسه ثبت دامنه چیکار میکنیم؟ از نوار کناری سمت چپ میام سراغ دامین. اگر این دامین رو اینجا پیدا نکردید به هر دلیلی، میتونید از این باکس سرچ هم استفاده کنید. سرچ کنید دامین و دامین رو پیدا کنید و بازش کنید. من الان میام سراغ دامین، روی اوورویو کلیک میکنم. در این صفحه و در این بخش دامنه هایی که ما ثبت کردیم و بهمون نشون میده، ولی ما میخوایم یک دامنه
از نو ثبت کنیم، جدید. خب میام روی اد دامین، این دکمه بالا سمت راست، روی این کلیک میکنم. از بین این سه تا گزینه میام روی گزینه کانکت اد دامین میزنم. در اینجا ما نیازه که دامنه‌ای که تهیه کردیم ما وارد کنیم. مثلا به فرض مثال من یک دامنه تهیه کردم با عنوان pentest UI UX خب .xyz. حالا این دامنه ایه که من تهیه نکردم ولی کلا میخوام روند کار رو بهتون یاد بدم. دامنه pentest UI UX.xyz حتما پسوندم وارد کنید. حالا اسکرول میکنید پایین، روی کانتینیو کلیک میکنید. در این بخش ما 2 تا گزینه داریم، یکی بوی دامینه، یکی هم کانکت دامین انیوای هست، anyway. روی همین کانکت دامین کلیک میکنم، میخوام دامنه‌مو اینجا متصل کنم. خب توی این صفحه رفقا ما چند تا پلن داریم، فری کارمون رو راه میندازه و اصلا هیچ مشکلی هم واسمون پیش نمیاد. همین فریو که انتخاب کردیم توی همین صفحه اسکرول میکنیم پایین، قراره برسیم به این DNS رکورد ها. میایم پایین و میایم روی Continue to Activation کلیک میکنیم. اینجا میام روی کانفirm میزنم. من اسکرول میکنم پایین، از بخش DNS ها، از بخش Replace Your Current Name Server ما میایم این نیم سرور هایی که بهمون میده جایگزین نیم سرورهای دامنه خودمون میکنیم. حالا اون نیم سرورهای دامنه خودمون کجا میشن؟ زمانی که دامنه‌تون رو تهیه کردید از بخش نیم سرورها، ما اینجا حالا بر اساس اون سایتی که میگیرید ممکنه 4 تا یا 6 تا نیم سرور داشته باشه، ولی به طور پیش‌فرض خودش 2 تا نیم سرور وارد کرده. شما باید بیاید این نیم سرورهایی که گرفتید رو کپی کنید و جایگزین اون 2 تا نیم سرور کنید. به هیچ عنوان نیایید رفقا نیم سرورها رو داخل این 2 تا فیلد خالی قرار بدید و جایگزین کنید. این 2 تا رو کپی کنید، دونه دونه جایگزین کنید و ثبت. حالا که این کار انجام دادید، میایید توی همین صفحه کلودفلر، میام روی I update my name server کلیک میکنم و در این مرحله به گفته خودشون گفتن که 24 ساعت طول میکشه، ولی اصلا اینطور نیست. 10 الی 15 دقیقه بیشتر ازتون زمان نمیگیره. توی همین صفحه بمونید، روی چک نیم سرور هم که کلیک کنید، اینجا چه اتفاقی میفته؟ میگه که ممکنه چند لحظه طول بکشه واسه آپدیتش، حالا چند ساعت، ولی 10 الی 15 دقیقه بیشتر ازتون زمان نمیگیره. حالا از کجا متوجه بشید؟ میایید از بخش همین دامنه های خودتون، من روی همین اوورویو کلیک میکنم، یا اینکه میتونید روی همین نام دامنه‌ای که این بالا دارید کنارش هم یک لیبل فری زده، روی همین کلیک کنید. بیایید از بخش Go to All Domain کلیک کنید اینجا. حالا اینجا دامنه هایی که ثبت کردید رو بهتون نشون میده. زمانی که بخش استاتوسش مثل این دامنه بالای اکتیو شد، یعنی اینجا یک اکتیوی زد، یعنی دامنه فعال شده. الان خب این ولید هنوز فعال نشده. حالا واسه حذف کردن هم میتونید روی این 3 نقطه این گوشه کلیک کنید، از بخش همون دامنه بیایید از این گزینه ها بیایید سراغ گزینه Remove from Cloudflare و اینجا بیایید نام همین دامنه‌ای که قراره حذف کنید اینجا وارد کنید، فقط نام دامنه، و حالا روی ریموو میزنیم و حذف میشه. کلا روند کار به همین صورته. حالا بعد از اینکه دامنه‌ای که ثبتش کردیم فعال شد، میایم روی همین نام دامنمون کلیک میکنیم. توی این صفحه میایم از بخش DNS Records میایم روی این DNS Record کلیک میکنیم. اینم کاری باش نداریم، ردش میکنیم. خب زمانی که شما برای اولین بار وارد این صفحه میشید، خب هیچ چیزی توی این جدول نیست. میایم روی Add Record اینجا کلیک میکنیم. در اینجا ما گزینه‌های مختلفی داریم، مثل تایپ که حتما روی A باشه. تایپ A چی کار میکنه؟ دامنه‌ای که اینجا شما وارد میکنید و تبدیل میکنه به اون IP، یعنی دامنه‌ای که شما توی گوگل میزنید و میاد تبدیل میکنه به اون IP آدرس. IP آدرس سرور شما را میفرسته سمت اون IP آدرس. از بخش نیم شما 2 حالت دارید. خب حالت اول، اگر بیایید اینجا ادساین رو بزنید، حالا در اینجا میاد IP آدرس ورژن 4، ببینید IP آدرس ورژن 4 خودش اینجا گفته، باید بیاید اونو کپی کنید اینجا وارد کنید. من الان میام از اینجا کپیش میکنم و اینجا واردش میکنم. اوکی. خب حالا که اینا وارد کردیم، فعلا این گزینه رو خاموش میکنم، روی DNS only میذارم و سیوش میکنم. حالا میام داخل کامند لاینم، میام اینجا میزنم پینگ، البته آدرسم مجدد کپیش کنم، آدرس دامینم رو کپی کنم، اینجا میزنم پینگ، یه اسپیس میزنم، کلیک راست میکنم، آدرس دامنم رو وارد میکنم و اینتر میکنم. الان تا همینجا کافیه. من کنترل C میزنم. ببینید الان چه اتفاقی افتاد. زمانی که دامنه‌ای که داشتم و وارد کردم، دقیقاً اومد آدرس همین IP ورژن 4 سرور مجازی ما به هم برگردون. ببینید
آدرس آی پی سرور مجازی من چند بود. اینو من یکم کوچیک‌ترش میکنم، روی ادیت کلیک میکنم، اینا باز میکنم. ببینید آدرس آی پی ورژن 4 من 185 215 244 155. ببینید دقیقاً همینه. پس زمانی که من آدرس رو وارد کردم اومد آی پی ورژن 4 ما بهم برگردون. خب این تا اینجای کار. اینا فعلا کاری باش ندارم. میام مجدد روی اد رکورد کلیک میکنم. حالا از بخش نیم کاری به تایپش نداریم. از بخش نیم مثلا میزنم VPN خوبه دیگه، آره، که حالا مربوط به کارمونم هست. حالا چه اتفاقی افتاد؟ اومد VPN رو قبل از آدرس آی پی قرار داد و یه نقطه هم بینشون گذاشت، یه دات. خب پس این شد ساب دامنه من الان. اوکی، من میام اینجا هم مجدد آدرس آی پی ورژن 4 رو وارد میکنم و مجدد تیک این گزینه رو برمیدارم. الان پس چی شد؟ اگر شما بیاید اینجا نیمتون رو از بخش نیم یک چیزی بنویسید، یک ساب دامنه به این صورت بهتون برمیگردونه. اوکی، و حالا مجدد روی سیو کلیک میکنم. الان من اینو یکم بزرگترش میکنم. این الان شد ساب دامنه من. حالا یه سوال، ما بیایم از خود آدرس دامنه اصلیمون استفاده کنیم یا بیایم ساب دامنه بسازیم؟ به نظرتون کدوم یکی بهتره؟ چه زمانی نباید مثلا از ادسایم استفاده کرد، چه زمانی نباید از ساب دامنه استفاده کرد؟ زمانی که میخواید یک سرویس VPN رو اندازه کنید بهتره که شما بیاید از ساب دامنه استفاده کنید. چرا؟ زمانی که این ساب دامنه خب فیلتر بشه، مسدود بشه، چه اتفاقی میفته؟ شما میایید ادیتو میزنید، حذفش میکنید، به این صورت روی ریموو کلیک میکنید، حذفش میکنید و مجدد میایید یه اد رکورد میزنید و مثلا این بار میایید میزنید سنتر یا مثلا میزنید تست 2، به این صورت اینم که برمیدارید آی پی ورژن 4 تون هم وارد میکنید، مجدد سیو. اینجوری میتونید هر تعداد که خواستید ساب دامنه ایجاد کنید. توی این شرایط اگر بیاید از ادسایم استفاده کنید و دامنه اصلی خودتون رو بزنید، اگر این دامنه فیلتر شد چه اتفاقی میفته؟ باید بیاید کلا یک دامنه جدید خرید کنید، تهیه کنید، هزینه کنید و مجدد این مسیر رو طی کنید و یک دامنه جدید ثبت کنید. البته نکته، اگر از ساب دامنه استفاده کنید بازم احتمال فیلتر شدن دامنه اصلیتون وجود داره. حالا این موضوع خیلی مهم که من خودم هم جایی ندیدم که این موضوع رو بازش کنم، فقط گفتن که همینطور خودم توی ویدیوهای قبلی مثلا تیک اجازه بدید اد رکورد بزنم، توی ویدیوام گفتم که تیک این گزینه رو بردارید، حالا یا فعالش کنید یا اصلا کلا فعالش نکنید. حالا اصلا کاربرد این گزینه چیه؟ الان من اینجا میام یک دامنه میسازم با اسم مثلا ایران. خب تیک این گزینه هم میذارم، آی پی ورژن 4 هم قرار میدم. حتما یادتون باشه این آدرس آی پی رو. حالا میام روی سیو کلیک میکنم، روی سیو میزنم اینجا. الان دامنه‌ای که من ساختم اینه، ایران کلوب 44. الان ببینید من میام مجدد کامند لاینمو باز میکنم، میام همین ایران کلوب 44 رو کپیش میکنم، تیک این گزینه رو هم زدم، ابرش روشنه. میام اینجا یک پینگی مجدد میگیرم، کلیک راست میکنم و اینتر. الان چه اتفاقی افتاد اینجا؟ اگر توجه کنید آدرس آی پی سرورم اینجا بهم نشون نداد. چه اتفاقی افتاد پس الان؟ مگه قرار نبود زمانی که آدرس دامنمو وارد میکنم آی پی ورژن 4 سرور مجازی ما بهم برگردونه؟ پس چه اتفاقی افتاد؟ خب ببینید رفقا، زمانی که شما میایید تیک این گزینه رو میزنید و این ابر رو روشن میکنید، سرور شما، سرور مجازی شما میاد پشت کلودفلر قرار میگیره. زمانی که شما تیک این گزینه رو برمیدارید هیچ اتفاقی نمیافته، فقط میاد این تبدیل انجام میشه، آدرس دامنه وارد میشه، آدرس آی پی ورژن 4 به شما برگردونده میشه، شما رو میاد وصل میکنه بهش. ولی زمانی که شما تیک این گزینه رو میزنید سرور شما مخفی میشه، همون سرور مجازیتون آی پی آدرسش مخفی میشه و امکان فیلتر شدنش بسیار بسیار کمه، یا اینکه بگیم مثلا فیلتر نمیشه. چرا؟ چون الان دیگه درخواستی که شما میفرستید، الان دیدید که من پینگ گرفتم، درخواستی که شما میفرستید میاد اول سراغ پروکسی کلودفلر، میاد سراغ همین آدرس آی پی و بعدش از اینجا به بعد فرستاده میشه سمت چی؟ اون سروری که من دارم. زمانی که شما تیک اینو بزنید دیگه چی؟ دیگه اون به سیستم فیلترینگ یک آی پی نشون میده، آی پی همین پروکسی کلودفلر رو نشون میده و دیگه آی پی سرور مجازی شما مخفی میمونه. متاسفانه کار هوشمندانه نیست که بخوایم تیک این گزینه رو بزنیم و دیگه سرور مجازیمون فیلتر نشه. بهترین کار اینه که تانل بزنیم. چرا؟ گاهی اوقات در بیشتر مواقع دیگه سیستم فیلترینگ کاری به آدرس این دامنه نداره. چی کار میکنه؟ میاد به صورت گسترده تمام آدرس آی پی های خود شبکه کلودفلر رو، یعنی این آدرس آی پی رو که اینجا قرار داره،
میاد دچار اختلال یا افت سرعت شدید میکنه، یعنی سرعتشون به شدت پایین میاد یا مسدودشون میکنه. توی این شرایط اگر اسم اسکنر آی پی رو شنیده باشید که میگن آی پی تمیز پیدا کنیم و بیایم داخل پنل وی پی ان قرار بدیم مشکل حل میشه، دقیقاً داره به همینجا اشاره میکنه. زمانی که شما تیک این گزینه رو میزنید و شما میاد یک واسط قرار میدید و این آی پی واسط مسدود میشه یا سرعتش خیلی پایینه، باید شما بیایید آی پی اسکن کنید و بیاید داخل پنلتون قرار بدید که با اون آی پی آدرس کار کنید. آی پی های تمیز پیدا میکنید و میایید اینجا قرار میدید. به این صورت پس همیشه گزینه خوبی نیست و در بیشتر مواقع بهتره که اینو خاموش کنید و بیایید تانل بزنید